یکی از دیرینه ترین سوالات تاریخ کسب و کار اینه که آیا این صفه که باعث میشه یک محصول عالی باشه یا یک محصول عادیه که باعث میشه صف درست بشه. و یک مغازه بابل تی در تایوان پاسخ جالبی برای این مسئله داد. تایگر شوگر یک برند تایوانی فروش بابل تی بود که در آستانه ورشکستگی قرار داشت. مدیران شرکت ریسک کردند و برای به اوج رفتن تصمیم جالبی گرفتن که به دانش آموزان جویای کار ساعتی $8 بپردازن که فقط جلوی مغازه‌شون صف بکشن و نوشیدنیشون رو در دست بگیرن. این باعث شد کم کم مردمی که از اونجا رد میشن توجهشون جلب بشه و بپرسن این چه نوشیدنی بی‌نظیریه که این همه آدم صف کشیدن. حتما باید ارزش تست کردن داشته باشه. و اینجوری اندک اندک مردم عادی هم وارد صف‌ها میشدن، میخریدن و طعم بی‌نظیر خود محصول ادامه فروش و بازگشت مشتریان رو انجام میداد. و رشدشون طی مدت کوتاهی به قدری افزون شد که دیگه نیازی به صف‌های فیک نداشتن و هر آنچه از صف بود مردم واقعی بودن. و درآمد این برند از سالانه $100,000 به $2 میلیون در سال رسید و الان 250 شعبه سراسر تایوان داره. درس این داستان اینه که گاهی کسب و کار مانند مثل مرغ و تخم مرغ. شما باید مرغ داشته باشید که تخم مرغ به وجود بیاد و تخم مرغ نیاز دارید که مرغ به دنیا بیاد. شما یک محصول عالی دارید که اگر مردم تست کنن تبدیل به مشتری میشن و کلامتون رو در جامعه پخش میکنن. اما مشکل اینه که در مرحله اول هنوز مشتری ندارید که محصول رو امتحان کنن و کارتون وارد این سیکل مثبت بشه. برای همین اگر محصولتون بی‌نظیره و عواید کارتون هستید اشکالی نداره. تقریبا مجبور هم هستید که از این چیت کد به نام سوشال پروف استفاده کنید. سوشال پروف یا اصل تایید اجتماعی تضمین کننده اولین فروش شما هست، اما اونچه که تکرار این خریدها رو تضمین میکنه خود کیفیت محصول یا خدماتتون.